نحوه نصب موتور و بقیه تجهیزات تلمتری. سوکت تنظیمات از جا خودش در میاریم که بتونیم بریک رو از جاش جابجا کنیم. فیش ورودی اینجا داریم از جاش در میاریم. موتور شارژمون از برند ABB و سری 1SD Acer 73 711 R1. این که آنباکسش رو میبینید. ترمینال های ورودی جهت تلمتری و خود کلید و کاتالوگ های مربوطه به کلید موتور کلید. با نحوه جا زدن موتور تو جایگاه خودش فیش های YR و S33M-2 محل ورودی های کلیده که تو جایگاه خودش نصب میکنیم. موتور را تو جایگاه خودش نصب میکنیم و محل هایی که تعبیه شده با پیچ و موره هایی که تو بسته بندی گذاشتیم جای خودش ثبت میکنیم. خب همونطور که مشاهده میکنیم موتور را تو جای خودش بستیم. برای فرمان پذیری از راه دور به 2 قطعه حیاتی نیاز داریم، رله شنت و رله آندر، که همون رله شنت و رله آندر هم از برند ABB تهیه کردیم و با این کد نامبری که مشخصه. راه تشخیص رله